روسیه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از شیرها استفاده کرد. روحی 1398 روسیه 500 عدد شیر را در تمام نقاط کشور رها کرده است. رئیس جمهور روسیه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در روسیه 500 دانه شیر را در شهرها رها کرده است که مردم که از ترس شیرها از خانه‌هایشان بیرون نشوند و قرنطین باشند. روسیه یکی از پرنفوذترین کشور در روی زمین است و مردم این کشور زیادتر مصروف تجارت هستند و به زبان روسی تکلم میکنند. این مردم زیاد در بازارها گشت و گذار میکنند و وقتی از مردم خواسته شد که در خانه هایشان بمانند اونها قبول نکردند و به کار همیشگی خود ادامه دادند و در جلسه ها در شهر روسیه به این نتیجه رسیدند که شیرها را در این زمینه استفاده کنند و از شیرها کمک بگیرند تا مردم از خانه های خود بیرون نشوند تا با ویروس کشنده کووید 19 یا همان ویروس کرونا گرفتار نشود. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو پیښو او جریانونو په اړه د تازه پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.